اگر میخواهیم که خانواده آرام داشته باشیم، اگر میخواهیم برکت داشته باشیم، اگر میخواهیم که آرام شود درون ما، اگر میخواهیم که خدا توبه ما را قبول بکنه، برو زن خود را قسم آماده بکنیم که از صمیم قلب و خلوص نیت در شب تاریکی که تو خوابی اون بیدار شود، در حق تو دعا بکند الله رب العزت و الجلال کل گناهان تو را ببخشد. یعنی دعای زن در حق شوهر قسم قبول میشه، مثل که تیر به هدفش میخوره. قسم قبول میشه که تیر به هدفش میخوره. رسول صلی الله علیه و سلم فرمود ان تطعمها اذا طعمت، وقتی غذا خوردیم به زن خود هم غذا بخورانیم. و زن بیچاره تمام عمر قورمه کچالو میخوره، از عمو هم آرام نیست. ای کاش که آرام باشد، قورمه کچالو میخورد. بعضی شوهران نه آسایش دارن نه آرامش، نه اخلاق دارن نه نان.